ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 29 ایون سال 2024 از آشکار شدن یک حالت به معاملات برآوردن آثار ملی قلبکی خبر داد. در جریان تفتیش این پرونده یک پهلوی دیگر جالب این قضیه آشکار شد. ساکن دوشنبه عبادالله سعیدوف هنگام به معاملات برآوردن پولهای گوناگون سامانی معلوم کرده است که پول از همه ضعیف در بین پولهای سامانی پول 50 سامانی بوده است. بنا به اطلاع رئیس وزارت کارهای داخلی دوشنبه از جانب کارمندان شعبه دوم ملیس نایه شاه منصور شهروند سعیدوف عبادالله سال 1973 همچون گمانبر برای تیار و به معاملات برآوردن آثار قلبکی دستگیر کرده شد. گفته می شود عبادالله سعیدوف قبلا برای قلابی و قاچاق مواد مخدر 3 مرتبه زندانی شده بیش از 25 سال عمر خود را در محبس سپری کرده است، ولی به خود خلاصه ضروری نبرآورده دست به جنایت مخصوص هم وزن زده است. بنا به فرضیه تفتیشات سعیدوف عبادالله از ماه اپریل سال 2024 در منزل استقامتیش با استفاده از تجهیزات کامپیوتری و دستگاه چاپ یا پرینتر پولهای ملی قلبکی را برای ساخته‌کاری آماده و چاپ کرده است. از جمله او در 21 حالت پولهای 50 سامانی قلبکی را توسط ترمینال های بانکی دوشنبه سیتی به همیان الکترونی خود گذرانیده است. عبادالله سعیدوف در گزارش نشر شده نقل کرد که درباره توسط ترمینال گذرانیدن پول از یک اله مخصوص استفاده می برد. پولهای قلبکی را ترمینال قبول نمی کرد. به این خاطر من یک پول قلبکی و یک پول حقیقی 50 سامانی را گرفته می بریدم و به یکدیگر طور پیوست می کردم که کدهایشان تصدیق شود. وقتی این خیل پیوست می کردم ترمینال قبول می کرد. عبادالله سعیدوف گفت تقریبا 2 ماه باز به این کار مشغول شد و در این مدت شاید به مبلغ 1,000 سامانی پول قلبکی تیار کرده باشد. او در ادامه نقلش یک بازیافت جالب خود در جریان انجام این اعمال جنایی خبر داد. یکم بار پول 10 سامانی رو گرفته تیار کردم لیکن ترمینال قبولش نکرد. بعد پول 100 سامانی و دیگر پولهای سامانی رو ساخته‌کاری کردم و دیدم که اونها رو نیز ترمینال قبول نمی کند. اما وقتی که پول 50 سامانی رو بریدم و بازکاش پیوست کردم و به ترمینال سپردم ترمینال قبولش کرد. همین خیلی فهمیدم که پول 50 سامانی میگذشته است، یعنی ترمینال دیگر یگان تاش رو قبول نمی کرد. 1,000 سامانی رو من همین خیلی از طریق ترمینال به کاردم گذرونیده بعد نقد کرده می گرفتم. حالا نسبت به سعیدوف طبق طلبات ماده 218 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام تیار کردن و به معاملات برآوردن پولهای قلبکی پرونده جنایتی آغاز کرده شده مورد تفتیشات پیشکی قرار دارد. به سعیدوف عبادالله بر اساس این بند قانون همچون جزا از 5 تا 12 سال زندان تهدید میکند.